بازم سلام و صبح بخیر. اینجا میدون شهید دزغیب هستش، یعنی در دوم پایگاه، و الانم به طرف پاش حرکت میکنیم که انشالله بتونیم، عجب صبح زیباییه، بتونیم با دوستانمون جایی که مورد نظرشون هست وقتی اومدن، اونا یه مقدار دیر میان ولی با این حال ما به این یعنی یه دفعه به این فکر افتادم که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خیلی غفلت شده اما خدا همه را میبخشه. خدا بخشنده مهربانه، همه را میبخشه. با امید این که بتونیم آینده غافل نباشیم و از استفاده کنیم. انشاءالله ایامتون بخیر، روزتون شاد و عمرتون با سعادت. قربان شما، خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله انشاءالله انشاءالله. خدا حافظ.